سرخط مهمترین خبرها: زلزله سخت تاجیکستان و چند کشوری منطقه را تکان داد. طلب 9 سازمان حامی حقوق بشر از بلاروس نصرالدینوف را به تاجیکستان ندهید و آغاز ماه رمضان و نگرانی از بالا رفتن نرخ‌ها. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 22 مارس است و ساعت در دوشنبه 9. شب گذشته از زمین لرزه سخت تاجیکستان و چند کشور منطقه از جمله ازبکستان، افغانستان و پاکستان را تکان داد. به اطلاع کاربران شدت زمین لرزه را در بسیار منطقه های تاجیکستان حس کردند. مسئولین کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفتند که زمین لرزه ساعت 21:47 شام 21 مارس ثبت شد. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت در مرکزش افغانستان قوه زمین لرزه بیش از 7 بال و در شهر دوشنبه 5 بال را تشکیل داد. درباره خسارات رسیده از زمین لرزه در تاجیکستان تا حال گزارش در دست نیست. در پی جنبیدن زمین 10 نفر از ساکنان بلند آشانه ها در دوشنبه و خوجند به بیرون برآمدند. در ازبکستان شدت زمین لرزه از 4 تا 6 بال را تشکیل داده است. قوه زمین لرزه در شهر تاشکند 5 بال بوده است. بعضی از سازمان‌های زلزله نگاری جهان گفتند که مرکز زمین جنبی در جرم افغانستان ولایت بدخشان بوده. شدتش در آنجا به بیش از 6 درجه میرسد. زمین لرزه را بیشتر در کابل و مزار شریف و گوشه‌های دیگر شمال افغانستان احساس کردند. با گزارش بخش افغانستانی رادیوی آزادی، زلزله سخت بخش‌های از پاکستان را هم تکان داده است. 9 سازمان با نفوذ از جمله هومن رایتس واچ، کمیته نروژی هلسینکی و مرکز ویسنا از مقامات بلاروس طلب کردند که به هیچ صورت فعال سیاسی نظام‌الدین نصرالدینوف را به تاجیکستان ندهد. این سازمان ها روز 21 مارس در اظهارات گفتند در صورت استرداد به عضو گروه 24 یک سازمان فعالیتش ممنوع در تاجیکستان شکنجه تهدید می‌کند. تاجیکستان استرداد او را طلب کرده، دادستانی کل بلاروس هم رضایت داده است. نگرانی حامیان حقوق در آن است که نصرالدینوف برای اعتقاد سیاسیش در تاجیکستان با بازداشت و شکنجه روبرو خواهد شد. نظام‌الدین نصرالدینوف 35 ساله ماه ینور امسال هنگام گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر شده. از آن زمان تا حالا در بازداشتگاه شهر گرودنو است. موقع رسمی جانب تاجیکستان درباره نظام‌الدین نصرالدینوف و قضیه او رسما معلوم نیست. اینیرا برونیتسکای از سازمان حمایت کنستانت به رادیوی آزادی گفته بود که نظام‌الدین نصرالدینوف در تاجیکستان به دعوت عمومی به افراطگرایی گمانبر است. امروز در قرارگاه سازمان ملل در شهر نیویورک آمریکا همایش جهانی بخشیده به مسئله آب آغاز می شود. این نشست تا روز 24 مارس و با رئیسی تاجیکستان و هلند برگزار خواهد شد. پرزیدنت امامعلی رحمان با هدف شرکت در این همایش در شهر نیویورک قرار دارد. مقامات تاجیکستان میگویند که در این همایش مسئله های جهانی وابسته به آب بررسی خواهد شد. منتقدان میگویند که مقامات تاجیکستان باید اول به مسئله تأمینات آب نوشاکی در داخل کشور توجه کنند، چون هنوز هم یک قسم اهالی از کمبود آب رنج میکشند. ضمناً روز 21 مارس پرزیدنت امامعلی رحمان با آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل در شهر نیویورک ملاقات کرد. بر پایه خبر رسمی، رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با دبیر کلی سازمان ملل گفته است کشورش به خاطر انتقال یاری‌های بشردوستانه به افغانستان تمام امکانات لوجستیکی خود را واگذار نمود. در آستانه سفر امامعلی رحمان به آمریکا، یک گروه از فعالان جامعه شهروندی از مسئولان سازمان ملل متحد خواستند در نشست بخشیده به آب در نیویورک وضع حقوق انسان را در تاجیکستان نادیده نگیرند. دقیق نیست که در واخوری امامعلی رحمان و آنتونیو گوترش مسئله حقوق انسان بررسی شد و یا نه. صدها پناهنده افغانستانی بهار دوم را در ولایت سرخاندریای ازبکستان می‌گذرانند. آنها میگویند که در افغانستان تجلیل از نوروز از سوی طالبان منع شده است، ولی در این سوی دریای آمو به یاد گردش‌های نوروزی افغانستان هستند. همکارمان کیومرث عطا در این باره گزارش می‌دهد. آقا محمد خاکسار 2 سال باز جشن نوروز را دور از وطنش افغانستان می‌گذراند. زمانی که گروه تندرو طالبان حکومت را در کابل به دست گرفت، به ازبکستان همسایه کوچید. ما در اونجا در بخش تجارت، وزارت تجارت در کار میکردم. اونو هر کس که در حکومت قبلی کار کرده باشه آزار اذیت میکنه. حالا او در ازبکستان هماهنگساز یک شرکت تجارتی است. میگوید که صاحب کار خوب است ولی آرامش ندارد.
خود ما در اینجا هستیم، دل ما در افغانستان است. اید نداریم من بگم میشه. هر روز ما یک جگرخونی دور از وطن، دور از فامیل، نصف فامیل ما در اینجا، نصف فامیل ما در اونجا، یک مشکلات بسیار زیاد داریم. وی و ده ها پناهنده افغانستانی با وجود نگرانی از وضع کشور خود جشن نوروز را در شهر ترمیز تجلیل کردند. تعداد عمومی پناهنده های افغانستانی در ازبکستان دقیق نیست. اکثر پناهجویانی که در شهر ترمیز دیدیم جوان هستند و آنها در افغان کالج می خوانند. تیمورشاه تخاری 22 ساله یکی از آنهاست. روحیه و چیز ما بسیار ضعیف شده. بین 2 بهار شد که ما در اینجا زندگی میکنیم. هر وقت هر روزی که سپری شدن میگیره برای ما سخت‌تر شده رفتن میگیره. چون در اوایل در افغانستان که بودیم در اونجا بسیار مسرت بخش بود برای ما. دوستا و فامیلا و خویش و اقربا همراه ما یک جای بود، زندگی میکردیم، دید میداشتیم همراهشان. فعلا برای ما بسیار سخت است. شهر ترمیز ازبکستان در نزدیکی سرحد با افغانستان جایگیر است. جایی که پس از رسیدن طالبان به قدرت بسیاری ها در آنجا پناهنده شدند. در پی آن چند موشک طالبان هم به آنجا رسید. مقامات ازبکستان تابستان سال 2022 تصدیق کردند که موشک‌ها از خاک افغانستان به 4 خانه در محله مجنونتال ترمیز آسیب رساند. آقا محمد خاکسار میگوید چون این رنگ گرفتن کار آنها را نگران کرده است، ولی در حال حاضر جای دیگری برای رفتن ندارند. فردا 23 مارس در تاجیکستان و بسیار کشورهای مسلمانی ماه رمضان آغاز می شود. طبق قرار شورای علمای تاجیکستان نصاب زکات امسال 32,000 سومانی مقرر شده است که از این مبلغ 800 سومانی زکات داده می شود. فطر روزه 7 سومانی معین شد. شورای علما برای شخصانی که عذر شرعی دارند و نمی توانند روزه ماه رمضان را بگیرند 420 سومانی برای 30 روز فدیه معین کرد. همساله با فرارسی ماه رمضان نگرانی ها از بالاروی نرخ‌ها در تاجیکستان زیاد می شود. امسال نیز بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند نرخ بعضی محصولات از جمله گوشت قیمت شده است. بینندگان عزیز می توانید مشاهده‌های خود را درباره تغییر یافتن نرخ‌ها به ما نویسید. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 22 مارس را فرا می‌گیرد. 22 марти соли 2018 дар шаҳри Нью-Йорк мақомоти тоҷик эъломияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба маъюбонро имзо карданд. Ин санад иҷрои ӯҳдадориҳо дар заминаи таъмини ҳуқуқи афроди имконияташон маҳдудро дар кору зиндагӣ тақозо мекунад. Дар Тоҷикистон беш аз 150,000 маъюб ба сар мебарад ва нафақаи нокофӣ, имконияти маҳдуди кор ва шароити номусоиди маишӣ аз мушкилоти калидии ин қишр гуфта мешавад. шуро аз соли 1993 22 март рӯзи ҷаҳонии об таҷлил мешавад ки ҳадафаш таваҷҷӯҳ ба масоили дастрасӣ ба оби поки ошомиданӣ мебошад. ба ҳисобҳои Созмони Милали Муттаҳид дар сайёра беш аз 2 миллиард сокин бидуни дастрасӣ ба оби амни ошомиданӣ ба сар мебаранд. барои Тоҷикистон ҳам ин масъалаи доғ аст ва ҳисоб шудааст ки то соли 2021 дар кишвар 35% сокинони Душанбе ва 68% деҳот аз дастрасӣ ба оби поки ошомиданӣ маҳрум буданд. 22 марти соли 1944 олими физикдон ва ситорашиноси маъруф Хурсанд Ибоддинов таваллуд шудааст ки дар 76 соли умраш барои рушди илми тоҷик ва наздик кардани он ба мардум заҳмати зиёд кашидааст. Хурсанд Ибоддинов яке аз ташаббускорони таъсиси ихтисос ва кафедраи нави астрономия дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон буд ва 12 сол то соли 2014 раиси институти астрофизикаи Академияи илмҳои Тоҷикистон будааст. муҳимтарин дастоварди Ибоддинов дар ошкор кардани таҳаввули кометаҳо ва алоқамандии онҳо бо дигар ҷирмҳои системаи офтобӣ будааст. قرب دلار آمریکایی و روبل روسی شبانه روز گذشته در کشور بی‌تغییر بود. در بانک‌های تجارتی کشور صبح امروز 100 دلار آمریکایی تا 1091 سومانی و 1000 روبل روسی باشد به 140 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. برایتان استراحت خوشخواهانه. خود را احتیاط کنید. خدا نگهدارتان.